در چند روز اخیر تنش‌های لفظی میان تهران و واشنگتن فروکش کرده و نشانه‌هایی از توافق میان دو کشور به چشم می‌خورد. اظهارات اخیر مقام‌های دو کشور حکایت از نزدیکتر شدن دو طرف به توافق برای پایان جنگ دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که برای رسیدن به توافق با ایران عجله ندارد و محاصره بحری آمریکا علیه کشتی‌های ایرانی در تنگه هرمز تا زمان امضای نهایی توافق همچنان ادامه خواهد داشت. او گفته که هر دو طرف باید با دقت و حوصله روند مذاکرات را پیش ببرند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق برجام که در زمان دولت اوباما امضا شده بود انتقاد کرد و گفت که این بار هر دو طرف باید سر فرصت تصمیم درست را بگیرند. به نمایندگان امریکایی دستور دادم تا بدون شتاب زدگی گفتگوها را دنبال کنند. محاصره کشتی‌های ایرانی در تنگه هرمز تا زمانی که توافق تایید و امضا نشود پابرجا خواهد ماند. همچنین مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته که توافق میان تهران و واشنگتن در حال پیشرفت است و ترامپ عجله برای رسیدن به توافق ندارد. او گفت که همکنون یک پیشنهاد کاملا محکم برای رسیدن به توافق دارند که با باز شدن تنگه هرمز می توانند وارد مذاکره بسیار واقعی، مهم و با محدودیت زمانی در مورد مسائل هسته‌ای شوند. این طرح در خلیج فارس و در سطح جهان نیز حمایت زیادی دارد و هر کشوری که ما با آنها ارتباط داریم می‌دانند که این نه تنها بسیار منطقی است بلکه کار درستی است که جهان باید انجام دهد. ترامپ قرار نیست توافق بدی انجام دهد، بنابراین بیایید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. ما قبل از بررسی گزینه دیگر به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت می‌دهیم. در تهران مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران همزمان با افزایش امیدواری‌ها به توافق میان تهران و واشنگتن گفته که کشورش آماده است به جهان اطمینان دهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. در دوران امام شهیدمان اعلام کردیم، اکنون نیز اعلام میکنیم که آمادگی داریم به جهان اطمینان دهیم که به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، به دنبال نارامی در منطقه نیستیم. آن که به دنبال نارام کردن منطقه است رژیم اسرائیل است که نقشه اسرائیل بزرگ را دنبال میکند. توافق احتمالی تهران و واشنگتن در داخل امریکا با انتقاد مواجه است. شماری از سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه به شدت از این توافق انتقاد کرده و هشدار دادند که این توافق احتمالی ممکن است اهداف کارزار نظامی اخیر امریکا و اسرائیل علیه ایران را تضعیف کرده و موقعیت منطقه‌ای تهران را تقویت کند. افزایش نشانه‌های نرمش میان تهران و واشنگتن امیدها به دستیابی دو طرف و توافق تازه بر سر پرونده هسته‌ای و کاهش تنش‌ها را بیشتر کرده است.